سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو یوتیوب دیگه. من پارسام، من اینجا بیت پوله. امروز قراره راجع به DCA صحبت کنیم، ولی نه هر DCA. راجع به مسائل فنی‌تر، حرفه‌ای‌تر قرار صحبت کنیم. اینکه کجای سایکلیم. قراره راجع به تعاریف اولیه DCA صحبت کنیم، چون یه ویدیو خیلی خوب و کامل 8-9 ماه پیش رفتیم که فکر می‌کنم اینور قرار بچه‌ها بذارم براتون. اگر ندیدید حتما اون ویدیو رو اول ببینید، اون بسیار مهمه و کلی بهتون اطلاعات میده. با AI اصلا پیش رفتیم، دیتا ست گرفتیم، حساب کردیم که در یک سال گذشته، حالا اون 9 ماه پیش بود، BTI اتر می‌خریدیم چقدر سود می‌کردیم در 2 سال، 3 سال و 4 سال. و اما امروز می‌خوایم بررسی کنیم با هم که ببینیم آیا BTI اتر DCA کردنشون الان ارزنده هست یا نه، تا کجا میتونیم DCA کنیم و در واقع اینکه از کجا قیمت بره بالاتر باید صبر کنیم. اینا نکته‌های ریزکاریایی که اصولاً بهش نمیپردازن و خب این ریزکاری باعث میشه که DCA شما بهینه‌تر شه و اون سود شما بیشتر به چشم بیاد. و یک سری داده آنچین با هم قرار بررسی کنیم، یک سری داشبورد بهتون معرفی میکنم و قرار به درتون بخوره. کلی دیتا بهتون میدیم و در نهایت یه استراتژی بهتون میگم که میتونید به عنوان استراتژی خروج ازش استفاده بکنید. بریم روی تصویر با هم ببینیم که اصلا داستان چیه، کجاییم، مارکت در چه حاله. خب بیت کوین عزیزمون، این خط زردایی که میبینید کشیدم، یادم واسه حمایت کشیدم، یعنی حالا اگر اومدیم رو عدد 88 97 73 نترسید. کار زیاد داره مارکت، سعودیه ها، ولی کار زیاد داره. یه نکته بهتون بگم، این نماد گپ CME BTC یک علامت تعجب، در واقع بیت کوین CME فیوچرز. حالا چی اصلا گپ CME؟ در روزهای شنبه و یک شنبه که خب مارکت در واقع جهانی و آمریکا تعطیله، ما یک مارکتی هست به اسم مارکت CME که واسه شیکاگوه و اون روزا تعطیله و خب بیت کوین وقتی تو اون شنبه یک شنبه یه حرکتی میکنه و دوشنبه دوباره باز میشه مارکت، اون قسمتی که خب اون مارکت تعطیل بوده به عنوان گپ باز میشه. حالا یه گپی داشتیم توی تایمفریم 4 ساعته اگه نگاه کنید، واسه بین 17 اکتبر تا 20 اکتبر، یعنی 18 و 19 اکتبر که شنبه بود که گذشت تعطیل بود، الان اومد و پرش کرد. حالا داستان چیه؟ اصولاً بیت کوین علاقه خاصی داره به پر کردن گپ های CME که جا میذاره. و گپ CME پر نشده داریم، بله، بازه 92 92 سال 91 و 900 دقیق ترش تا 92 730. پایینتر هم داریم، بله پایینتر هم داریم، 20000 21000 که حالا فعلا کاری بهش نداریم. خب میتونه 1% مثلا کلا بیخیالش بشه و بره انقدر فاصله بگیره. حالا اینکه کی بیاد پرش کنه یا اصلا میخواد پرش کنه رو فعلا نمیتونیم راجبش نظری بدیم. ولی یه گپ CME این پایین داریم که مدت هاست یک گوشه چشمی بهش داریم، نگاهی داریم میندازیم و اصلا اون در واقع خط هایی که من انداختم، ببینید بازه 88 که حالا من اینجا این سطوح رو واسه خودم انداختم تا حدی هم پوشانی داره به اون بازه 92 91. یعنی اگر ما بخوایم بیایم پایین، یکی از جاهایی که خیلی برامون مهمه بازه 88 تا 92 هست. اصلا چرا راجع به این صحبت کردم؟ چون مارکت در جای بسیار حساسی قرار داره. در جایی قرار داریم که احتمالاً بخواد در فاز کپیتولیشن یا در واقع بخواد بره به سمت فاز تسلیم. یعنی چی؟ یعنی بخواد شورت ترم هولدرها رو، کسایی که تریدر اسخای میکنن، هولدرهای کوتاه مدت هستن رو، حالا کوتاه مدت تعریف داره، در واقع زیر 155 روز باشه اون حالا عمر بیت کوینی که خریده و جابجا نکرده، بخواد بره اونا رو تسلیم کنه. تعریف تسلیم چیه؟ میتونه فروش در ضرر باشه، میتونه خروج از مارکت باشه و بخواد اذیت کنه، بخواد کلافه کنه هولدر رو. میخوام چند تا شاخص بهتون بگم، با هم چند تا شاخص رو بررسی کنیم، ببینیم مثلا رفتار شورت ترم هولدر به چه شکله، رفتار لانگ ترم هولدر به چه شکله و ما باید چی کار کنیم الان، چه رفتاری داشته باشیم در مقابل مارکتی که احتمال ATH زدنش بالاست. از اون ور خیلی دارن میگن که سایکل 4 ساله سعودی بیت کوین تموم شده، وقت ریزشه. بعد ببینیم الان چی کار باید بکنیم. بهترین نوع عکس العملی که میتونیم داشته باشیم چیه که در عین حال آرامش داشته باشیم، در عین حال اکسپوژر داشته باشیم به مارکت و یک سرمایه‌گذاری داشته باشیم و آسیب نبینیم. این نمودار رو ببینید. حالا این خط آبی پررنگ که خب قیمت بیت کوینه، این آبی کم رنگه LTH سپلای. LTH یعنی چی؟ مخفف لانگ ترم هولدر. افرادی هستن، والدها و افرادی هستن که عمر دارایی که توی والدشون هست بیشتر از 155 روزه. بیشتر از 155 روز هست که اون دارایی تکون نخورده.
خب STH دقیقاً برخلافش، عمر دارایی که عمر بیت کوینی که تو والتشون هست کمتر از 155 روزه و اونا به عنوان شورت ترم هولدر شناخته میشن. حالا اینجا رو ببینید، این نمودار LTH خیلی رفتارشون خوشگله. میخوام نگاه کنید که یک لانگ ترم هولدر، یک در واقع اینوستر و سرمایه‌گذار واقعی چجوری رفتار میکنه تو مارکت. من از ژانویه 2023 به این ور رو اسکرین گرفتم براتون. نگاه کنید که در کجاها با روند سودی مارکت همراهن و از کجاها شروع میکنن اکسپوژرشون رو کم میکنن، ساپلای و در واقع بیت کوینایی که تو والتشون هست رو کم میکنن. و نگاه کنید الان اینجا کم شده، مارکت رنج زده و رفتیم بالا. قبل از در واقع ATH جدیدی که بیت کوین میخواد ثبت کنه شروع کردن سنگین خریدن و در واقع این قیمت بعدش شروع کرده به حرکت و به محض اینکه داره وارد ATH میشه دوباره اینا دارن ساپلایشون رو کم میکنن، حجمی که در اختیار دارن رو کم میکنن و رفتیم بالا. دوباره قبل از ATH 124.5 که داشتیم ما 3 بار ATH زدیم، 124 125 و 126 رفته بالا و از تقریبا جولای اگر اشتباه نکنم روند ساپلای LTH ها و در واقع لانگ ترم هولدرای ما نزولیه. این نکته مهمیه. یعنی چی؟ یعنی از نظر LTH، حالا من هی میگم LTH دیگه شما همون لانگ ترم هولدر در نظر بگیرید چون میخوام راحت تو زبون بچرخه. از نظر LTH قیمت الان در جایی نیست که بخواد حجم اضافه کنه. این در واقع خالصشه دیگه. حالا یک سری LTH ها این بین دارن میخرن ولی خب فروشه غالبه به اون خریده، برای همینه که اون ساپلایشون کاهشیه. LTH براش این قیمت ها چه حالا ممکن از لحاظ زمانی باشه، یعنی شاید صبر کرده باشه تا جلسه FOMC، تا اون در واقع داستان تعرفه بین چین و آمریکا، جلسه بین حالا رئیس جمهور چین و ترامپ، میتونه از لحاظ زمانی باشه، یعنی صرفا الان حجم رو سبک کنه تا یک سری مسائل مشخص شه، یا میتونه از لحاظ قیمتی باشه که فعلا در شرایط فعلی از نظر LTH برای اضافه کردن حجم شرایط مناسب نیست. این نکته مهمه. ما میتونیم ATH هم داشته باشیم، ما این به این معنی نیست که الان اگر LTH داره در واقع چیز میکنه، حجمش رو کم میکنه، دیگه قیمت قرار نیست ثبت کنه سطوح بالا رو، خب یعنی قرار نیست ATH بزنیم. ما میتونیم ATH هم داشته باشیم ولی وقتی LTH یا همون لانگ ترم هولدرای ما روندش نزولی باشه یه مقداری باید حواسمون باشه، چون توی این ATH جدیدی که بیت کوین داره ثبت میکنه باید حواسمون باشه که آقا این LTH اون هولدر بلند مدت داره خالی میکنه، یه مقداری باید حواسمون باشه. سبک سرمایه‌گذاریش رو دقت کنید، واقعا از این صفحه اسکرین بگیرید و تو سیو مسیجتون داشته باشید، ببینید که کجا میخرن کجا میفروشن. این خیلی مهمه. آروم آروم در روندها و در جاهایی که شرایط همه دارن میترسن، همه دارن میفروشن، رسیدن به اون کپیتولیشنی که اول ویدیو گفتم، به اون تسلیمه، میگن دیگه این مارکت ریزشی شد، نمیدونم خسته شدم، هی استاپ دارم میخورم. اینا آروم آروم دارن به حجمشون اضافه میکنن و در روند صعودی که همه دارن میدوان سمت مارکت هجوم، وای بخریم بیت کوین شد 100,000 تا فلا، آروم آروم حجمشون رو کم میکنن. خیلی مهمه این نکته. برعکسش STH شورت ترم هولدر، ببینید چه جوری قشنگ تو ریزش داره حجمو زیاد میکنه واسه خودش، بعد از اون ور مارکت میره بالا، قبل اینکه مارکت بره بالا مثلا نگاه کنید شروع کرد قشنگ با قیمت حرکت میکنه، میگه اوه قیمت رفت بالا پس ما هم بخریم، میره بالا اینجوری قیمت، اینجا نکنید قیمت داره میریزه، این همینجوری حجم اضافه میکنه، بعد حجم خالی میکنه قیمت میره بالا، کلا داره گیج میزنه STH. حالا الان دقیقاً برخلاف LTH که داره در واقع لانگ ترم هولدر داره حجم رو کم میکنه، شورت ترم هولدر داره حجم رو زیاد میکنه. پس افرادی هستن که به دید کوتاه مدت دارن حجم رو اضافه میکنن، ولی خب ما میخوایم به دید بلند مدت هدفمون DCA بهتره، خیلی بهتره که پشت دست لانگ ترم هولدر بازی کنیم. حالا قشنگ قرار در آخر به این نتیجه برسیم که چی کار کنیم که هم اکسپوژر رو بیت کوین داشته باشیم، هم در واقع جا نمونیم اگر بخواد روند سودی رو داشته باشه. بریم قسمت بعدی. خب این تصویر رو نگاه کنید. Unrealized profit ratio for new whales. یعنی چی؟ Unrealized و غیر realized. Unrealized رو بهتون بگم. Realized یعنی محقق شده. یعنی مثلا من یه بیت کوین خریدم رو قیمت 100,000 تا، بیت کوین 10% رفته بالا شده 110,000 تا، بیت کوینمو میفروشم، پولم با سود اومد تو حسابم دیگه، این ریلایز شده، محقق شده. حالا آن ریلایز میگه آقا من 100,000 تا خریدم، بیت کوین شده 107,000 تا، هنوز نمیفروشم، پس فعلا من خود اسست رو دارم، بیت کوین رو دارم، پس آن ریلایزد، محقق نشده سودم. این تعریف و در واقع فرق آن ریلایز و ریلایز. حالا اینجا داره میگه چی؟ باید کلا حواسمون باشه در نواحی که شاخص آن ریلایز پروفیت در واقع سود محقق نشده اسپایک میزنه. یعنی چی؟ یعنی که آقا این
در واقع نیو ویل های ما، در واقع وال هایی که بیشتر، میبینید اینجا نوشته نیو ویل تعریفش اینه که عمرشون کمتر از 155 روز باشه و بیشتر از 1000 تا، بزرگتر مساوی 1000 تا بیت کوین توی والتشون باشه. موقعی که این داره اسپایک سعودی میزنه میگه آقا حواست باشه اینا توی سود خیلی خوبی ان، ممکنه هر لحظه شروع کنن به محقق کردن این سوده. خب محقق کردن این سود یعنی چی؟ یعنی فروش بیت کوین و در واقع یه مقدار فشار عرضه. خب در نهایت که این در واقع این شاخص ما آن ریلایز پروفیت ما داره اسپایک میزنه، شما نباید اونجا لانگ های چیز بگیرید، اونجا تازه بخواید وارد مارکت بشید. این همه شاخصاییه که بهتون میگه آقا کجای مارکتید، اصلا چندیم. چون شما همین الان چارت رو وا کنی، این چارت من میذارم رو ویکلی سعودیه دیگه، دیتای خاصی از این چارت نمیگیریم، میگه روند سعودی رو ATH و آره همه چی عالیه. خب شما نمیدونی که الان کسایی که در کوتاه مدت خریدن در چه حالی ان، کسایی که در بلند مدت خریدن در چه حالی ان. شاید اصلا شما فکر کنید که آقا نهنگ که همیشه در سوده. نه، این شاخص رو من میگه نهنگا الان تو ضررن. نگاه کن اینجا رو، نهنگ هایی که در واقع والت که بیشتر از 1000 تا بیت کوین دارن ولی شورت ترم هولدر هستن، عمر والتشون، عمر در واقع بیت کوین هایی که تو والتشون هست کمتر از 155 روزه، تو ضررن. باورتون میشه؟ و حالا این نکته هست، اول ویدیو من راجع به کپیتولیشن و تسلیم گفتم، فرقی نداره میخواد نیو ویل باشه، بخواد یه والت خوردی باشه که 1000 بیت کوین یا 10,000 بیت کوین بخواد توش وجود داشته باشه. اگر مارکت بخواد بره تو فاز کپیتولیشن و در واقع اذیت کردن شورت ترم هولدر، میبینید که دقیقاً اینجا آن ریلایز پروفیتشون منفی میشه، در واقع وارد ضرر میشن، هنوز نفروختن ها، وارد ضرر میشن. و دقیقاً الان جاییه که این آن ریلایز پروفیت برای والها و در واقع نهنگ‌های جدید وارد ضرر شده و این میتونه ادامه دار باشه. اینجوری نیست که تا وارد ضرر شد تمام، نه، باید ببینید که کجا تازه دست به فروش میزنن. خب من میتونم به کمک این شاخص‌ها کف مارکت رو تشخیص بدم؟ خیر، ما نمیتونیم کف مارکت رو بگیم اینجاست دیگه، پایین‌تر از 100 نمیایم. نه، ممکنه یه اتفاقی بیفته ما بریم 88,000 تا، ممکنه اصلا سایکل عوض شه. ولی ما میتونیم بفهمیم که کجاهای مارکت، در واقع در چه فضایی از مارکت قرار داریم، چه فازی از مارکت الان هست، میارزه من شروع کنم خورد بخرم یا نه. و دقیقاً به کمک این شاخص ها من میخوام به این برسم که بهتون بگم بله الان ارزش داره که شما بیت کوین DCA کنید، ارزش داره که اتر DCA کنید. که حالا چرا اتر، من الان با شاخص های در واقع آنچین بیت کوین دارم باهاتون صحبت میکنم، اینکه چرا راجع به اتر هم مثبتیم بهتون میگم. خب ما تا کجا میتونیم بیت کوین DCA کنیم؟ از کجا به بالا دیگه وایسیم استاپ کنیم الکی نخریم؟ یه یادآوری بهتون بکنم، DCA چی بود؟ دلار کاست اوریج. تعریفش یادتون نره که شما قراره در بلند مدت خورد بخرید. استراتژی متفاوتی هست. یکی میگه من از الان تا 10 سال آینده میخوام هر چقدر ته ماه برای من از لحاظ ریالی مون بیت کوینش کنم بذارم کنار و اصلا کاری به قیمت ندارم. این یه اپروچه، این یه استراتژیه. آره اتفاقا برای کسایی که نمیرسن مارکت رو چک کنن و کسایی که شغلشون متفاوته و نمیتونن دائم دیتا چک کنن، این بهترین کاره. شما درسته بالا پایین نوسان زیاد قرار داشته باشی ولی در بلند مدت خب میدونیم که بیت کوین سعودیه. این یه اپروچه. یه اپروچ هست آقا میگه که من مثلا در جاهایی که اکستریم فیر یا در واقع فیر، ترس تو مارکت حاکمه، همه ترسیدن دارن میفروشن، من آروم آروم میخرم. و در جایی که ایفوریا وجود داره، جایی که گرید هست، جایی که طمع هست، همه سرخوشن، من اونجا آروم آروم میفروشم. اینم یه استراتژی، اتفاقا خیلی استراتژی خوبه، ولی خب نیاز داره به نسبت اون روش قبلی که 10 سال اساسا نمیفروشه، این روش نیاز داره که یه مقدار بیشتر درگیر مارکت باشید. ببین اینا راههاییه که میتونید شما تعامل کنید. ولی من میخوام یه مقدار بهینش کنم. ببین DCA زمانی داریم، یکی میگه ما هفتگی یا ماهانه میخرم. قیمتی داریم، میگه آقا من فقط روز مثلا 1000 تا بیت کوین بیاد پایین میخرم. ترکیبی هم داریم که واقعا ترکیبی جزو بهینه ترین حالتاشه. من کاری که با اتر کردم، ویدیو گذاشتیم یوتیوب دیگه، واقعا از همون موقع من خودم شخصا و بچه‌های شرکت همه شروع کردیم، همه این کارا کردیم، دوستان همه این کارا کردن. واسه اتر من هفتگی شروع کردم خرید کردن و در یک سری نواحی ارزنده تکنیکالی حجممو سنگین‌تر می‌کردم. یک سری جایی که احساس می‌کردم اینجا جایی که یه حمایته و ممکنه برگرده قیمت، من می‌خریدم. فارغ از اون اگه مثلا من سه شنبه به سه شنبه می‌خریدم اتر رو، اگه پنج شنبه اون دامپ وجود داشت و میومد روی سطح مهم حمایتی، من می‌خریدم. خب منی که شغلمه، منی که درگیر مارکتم، میتونم دائم اینجوری باشم دیگه، میتونم دائم هی چک کنم این کارو بکنم. میگم حالا اگر کارتون اصلا متفاوته، خب شما اصلا دیدتون هم باید متفاوت باشه، یه استراتژی بلند مدتی پیش بگیرید. و اگه میخواید بهینه‌تر عمل کنید و
میتونید درگیر مارکت بشید. این کاری که بهتون میگم واقعا بهینه است. و شاخصی که به من این اطمینان رو داد که اتر در جایی که واقعا ارزنده است، ریالایز پرایس. اتر ریالایز پرایس. من از لحظه‌ای که اتر اومد زیر 2100 با قاطعیت بیشتری می‌خریدم. یه واقعیت بهتون بگم. روزی که اتر اومد حالا این الان چون بر اساس کلوزه الان به ما میگه مثلا کفش 1500، ولی خب در واقع ما شادویی که زدیم تا $1374 اگر اشتباه نکنم بود. اتریوم وقتی اومد اونجا من آنلاین بودم و گرفتم و واقعا داشتم این فکر میکردم که نکنه اشتباه کردم. واقعیت ها میخوام روک باشم با تو، ببین داشتم فکر میکردم که نکنه اشتباه کرده باشم، نکنه واقعا اتر ارزش DCA نداشت. فکر کردم با خودم 4 تا متریک بررسی کردم، چند تا شاخص بررسی کردم و در نهایت به این رسیدم که خب مارکت میکر واقعا میخواست من به این بی‌اعتمادی برسم. همه المان ها داشت به من میگفت که اتر اوکیه، اتر ارزش DCA داره. پس من با خیال راحت دوباره ادامه دادم اون مسیر رو. اومد بالاتر خریدم، دوباره اومد رو 2000 2500 رفتیم بالا نزدیک حوالی 4600 700 که بودیم. یه مقداری من فروختم چون باید نقدینگی ایجاد می‌کردیم، مارکت داشت میرفت تو فاز طمع و چند هفته پیش بازار ریخت دیگه، یه حرکت شارپی ماشاءالله داشتیم و اتر فوق‌العاده عمل کرد. یعنی آلت کوینی بود که خب دلیل داره ها، بیت و اتر از اون تو بازار مشتقات هم این مارکت جدا براشون هست و طبیعیه که اینقدر صفر در نگه دارن و سولانا. ولی خب مثلا چیزی مثل سوی یا اتم دیگه خودتون دارید میبینید دیگه، کیوتون نه اتم تا تقریبا صفر رفت. آره اتر خیلی خوب عمل کرد و این تا 3500 400 اومد. خب من که نمیتونم نقطه زنی کنم، ولی من تونستم اصلا روی نوای 3700 اون مقداری که نقد کردم اینجا یه مقدار بگیرم. آیا جیبم خالی شد؟ یعنی اتر الان بیاد اینجا من دیگه نمیتونم بگیرم، بیت بیاد 80 من دیگه نمیتونم بگیرم؟ نه، جیبم خالی نکردم چون تعریف DCA این نیست. تعریف DCA این نیست که من هر کفی که دیدم هر چی پول دارم بخرم. DCA اینه که من خورد جوری بخرم که بتونم تو بلند مدت ادامهش بدم. یعنی اگر شما الان بیت کوین داریم، الان اگر آل این هستی تو مارکت، یه دور بازبینی کن که چندی با خودت اصلا با چه فازی اومدی تو بازار. الان بیت کوین 107 آل اینی مثلا 20% 30% تو ضرری و مارکت پایین بده نتونی اضافه کنی، بشین بازبینی کن سبد تو، بشین استراتژی تو بازبینی کن، چون داری یه جا رو اشتباه میری. چون تو کانال تلگرام داریم مینویسیم اگر بالا میده باید نقدینگی ایجاد کنید. تعریف ایجاد کردن نقدینگی در واقع اینه که اگر شما آلین باشید، یه مثلا حجم تتراتون کم باشه، وقتی مارکت یه بالایی میده شما بهتره یه مقداری حتی با ضرر کمتر بتونید خارج شید، چون احتمالش هست مارکت در شرایطی که ممکنه پایینتر بده و شما پول تو دستتون باشه که وقتی پایین داد شما بتونید اونجا خرید بکنید که بیاید بالاتر. اینجوری نباشه که خب من یه ارز خریدم ولش کنم دیگه، یا برمیگرده یا صفر میشه. اصلا با این دیدگاه نیاید تو مارکت. اوکی، از بحث دور نشیم. اتر اومد اینجا. خب من گفتم نقطه زنی که بلد نیستم بکنم، حالا اساتید بلدن دمشون گرم، ولی خدایی 1400 اتر رو نقطه زنی کردم. تا چند اومد؟ بذار برم 1385 اومد، من 1400 خورده ای تونستم بگیرم. آیا همه پولم اونجا گرفتم؟ آیا پول من 4 برابر شده؟ نه، واقعا نه. ریز آدم خورد میخره، DCA میکنه و در بلند مدت میتونه نتیجهش رو ببینه. برسیم به جایی که ببینیم که بیت کوین رو تا کجا DCA کنیم. الان دیگه با تعریف DCA آشنایید. بر ندارید همه پولتون اونجا بیت کوین کنید. هیچ ضمانتی نیست که بیت کوین بالای 100,000 تا بمونه. نواحی پایین رو بهتون نشون دادم اول کار. گپ CME داریم 92 از لحاظ تکنیکالی، سطح 88 تا 92 حالا جای مهمیه. سطح 100,000 سطح خیلی مهمیه. عرضم به خدمت شما که سطوح پایین داریم. نیم نگاهی هم به پایین داریم. فاز کپیتولیشن یا تسلیم تو مارکت قراره حاکم بشه و قراره اذیت کنه. پس حواستون باشه کجای مارکتیم. من نمیتونم بهتون بگم که از اینجا قراره ATH بزنیم. من نمیتونم بگم که الان کف مارکت بوده. من بلد نیستم، من علمشو ندارم، ولی بلدم بفهمم که اینجا ارزنده است، پس اینجا شروع کنم خورد میخرم. و اگر شما تازه میخواید DCA کنید، واقعا باید از در واقع آرزوتون باشه. واقعا باید آرزوتون باشه که مارکت از الان تا مثلا 6 ماه، یه سال دیگه درجا بزنه، همینجا پایین بازی کنه. دقیقاً همین جمله رو من واسه اتر گفتم. اتر موقع فکر کنم 2800 2900 اینا بود. گفتم تا حالا دیدید یکی خوشحالش از ریزش یا درجا زدن مارکت؟ اونی که داره DCA میکنه واقعا کیف میکنه اگر این اتفاق بیفته، چون میتونه هر هفته هم از لحاظ زمانی داره DCA میکنه، هم یک سری سطوح مهم رو داره میخره و میتونه در قیمت مناسب بازار
حجمش رو زیاد کنه، وزنه اون ارز ارزنده رو زیاد کنه. وزن ارز ارزنده بیت کوین و اتر. هیچ ضمانتی وجود نداره که بقیه آلت کوین وجود داشته باشن تا 3-4 سال آینده. اگر دیدتون بلند مدت بر ندارید رو ارزی مثل آدا و ریپل و سولانا دی سی ای کنید. تعریف دی سی ای فرق داره با خرید پله ها. خرید پله ای. خب یه پروژه‌ای بود خیلی قدمت داشت، کادنا، توکن KDA. امروز در واقع حالا دیشب ما میشد یه اطلاعی داد که خب پروژه رو به خاطر شرط مارکت داریم متوقف میکنیم. بلاکچینش وجود داره ها، در واقع نودها هستن، توکن در واقع ریلیز میشه، ولی خب قیمت 60% دام شد. من نمیتونم ضمانت کنم سولانایی که الان شرایطش خوبه 3 سال دیگه هم شرایطش خوب باشه. نمیتونم ضمانت کنم ریپل تا 3 سال دیگه 4 سال دیگه وجود خارجی داشته باشه، ولی میتونم ضمانت کنم بیت کوین وجود داره، چون اگه بیت کوین وجود نشه باشه دیگه کریپتویی هم وجود نداره. اتر آلت کوینیه که از نظر من خیلی شرایطش بهتر و استیبل تر از بقیه آلت کوین است. و اگر میخواید دی سی ای کنید هدفتون باشه بیت، حجم اصلیتون، و بعدش اتر. نرید لطفاً سراغ بقیه آلت کوین. اگر میخواید این کارو بکنید ریسکش رو بپذیرید، چون در ریسک بزرگی میکنید. خب تا کجا میتونیم بیت کوین دی سی ای کنیم؟ یعنی از چه قیمت بالاتر دست نگه داریم یا حداقل حجممون رو سبک کنیم؟ ببینید این سایت بیت کوین مگزین پرو میدم بچه‌ها توی دیسکریپشن بذارن لینکش رو. شورت ترم هولدر ریالایز پرایس، میانگین خرید شورت ترم هولدرها. زوم کنم اینجا رو، تقریبا 113,000 تا زمانی که ما زیر این محدوده باشیم 113 114 باشیم. حالا ممکنه بیایم تا 88، ولی تا زمانی که زیر این عدد باشیم شما میتونید به دی سی ای تون بپردازید. ولی او مثلا بیت کوین شد 118 119، خب صبر کنید، بهتره که اونجا حجم اضافه نکنید، چون دارید در جایی خرید میکنید که همه تو سودن و احتمال داره شما از افرادی بخرید که اونا دارن سودشون رو محقق میکنن، یعنی از کسی که داره میفروشه شما بخرید. خب طبیعی، البته مارکت همیشه همینه، کسی که میفروشه داره میخری، ولی کسی که توی سود میفروشه داره میخری. و بهتره که تا زمانی که زیر این باکس قرار داریم شما دی سی ای رو بپردازی بهش و انجام بدی. و یه شاخص دیگه همین ریالایز پرایس برای لانگ ترم یا همون LTH هامون، خواستم صرفا اینو ببینید. و اگر به هر دلیلی قیمت به شکلی دراپ کرد که رفتیم زیر این شاخص، میانگین خرید هولدرهای بلند مدتی بیت کوین الان حوالی 36 هفت، شما بگو 40,000 تاست. این هیستوریکاله. اصولا در بلند مدت خیلی بیت کوین زیر این سطح نمونده، یا حمایت شده یا اومده و بعدش رفته. اینو بدونید که اگر یک روزی قیمت انقدری شدید ریخت، حالا به هر دلیلی اومد زیر این نواحی، بدونید که اونجا واقعا در ارزنده ترین حالت ممکن میتونید بیت کوین رو خریداری کنید، چون زیر میانگین خرید هولدرهای بلند مدت. این هولدر بلند مدت میتونه 5 سال باشه اون بیت کوین تو والتش دست نزده باشه، میتونه 18 ماه باشه، میتونه 6 ماه باشه. و در واقع این لینک اینم میدم بچه‌ها بزنم تو دیسکریپشن. این هم حتما داشته باشید در مواقعی که مارکت خیلی شدید ریخت و دیگه ناامید شدید از بازار، بدونید که اصلا کجای مارکتیم. ببینید شاخص‌های مهمی رو بهتون گفتم، سعی کردم بهتون یه دید بدم که الان اون هولدر بلند مدت داره چه رفتاری میکنه تو بازار، که فعلا هولدر بلند مدت دست نگه داشته، ساید فروشش سنگین تر از ساید خرید است، دست نگه داشته. هولدر کوتاه مدت داره میخره، حتی نهنگ‌های کوتاه مدت دارن میخرن و تو ضررن. میتونیم این فاز تسلیم ادامه دار باشه و بیشتر تو ضرر، انقدر تو ضرر بمونن تا مجبورشن این آن ریالایزد لاسشون رو ریالایز کنن، این ضرر محقق نشده رو محقق کنن، بفروشن. و فعلا این قیمت چه از حالت زمانی این تاریخ یا از لحاظ قیمتی بیت کوین برای هولدر بلند مدت جذاب نیست، پس ورود نکرده. ولی شما برای که اکسپوژر داشته باشید روی بیت کوین تا زمانی که زیر شاخص در واقع شورت ترم هولدر ریالایز پرایس باشین، تا زمانی که زیر، حالا الان این قیمت خب با توجه به قیمت داره تغییر میکنه دیگه، لینکش هم میذارم که بتونید لایو ببینید. تا زمانی که زیر 113 114 هستیم شما میتونید این دی سی ایتون رو داشته باشید رو نواحی مهم بیت کوین، مثل 100,000 تا که از لحاظ حمایت روانی مهمی هست، مثل گپ سی ام ای 92,000 تا، سطح 88,000 تا. این سطوح میتونه حجمتون رو یه مقدار بیشتر کنید و به شکلی شما دی سی ای کنید که میتونید در بلند مدت ادامهش بدید، جیبتون رو خالی نکنید. این مهمترین نکته دی سی ای هست. فایدهش چیه؟ آرامش ذهنتون، واقعا آرامش ذهنتون. من واقعا اذیت نشدم سر دی سی ای کردن اتر،
یعنی اون لحظه‌ای که خب رو 1400 خریدم یه مقدار به فکر فرو رفتم، صرفا گفتم نکنه اشتباه کرده باشم، ولی چیز نکردم. ولی اصلا به هم نمیریخت. اگر اتر خب رنج میزنه خب کلافه نمیشدم، خورد داشتم میخریدم. اگر اتر بره بالا من خیلی نمیگم وای دیگه الان پول داشتم پولم 100 برابر شد، نه، من یه میانگین خریدی دارم، مثلا میانگین خریدم 2000 تاست، $2000 $2500 و خب الان توی سود خوبی هستم. و با توجه به اینکه اصلا ذهنی از من درگیر نکرد توی این 8 ماه 9 ماه، واقعا خوشحالم که یه بخشی از پولم رو اینجوری تونستم به سود برسونم. اتر بریز پایین من سکته میکنم؟ نه، چون میتونم دوباره به DCA ادامه بدم. آها اینم بگم تا یادم نرفته، اتر رو کجا DCA کنیم؟ اتر رو شما میتونید تا زمانی که زیر 4000 4200 هست این محدودا میتونید به DCA بپردازید، ولی از لحظه‌ای که دیگه داریم نزدیک ATH میشیم 4800 اینا با دست نگه دارید. اینم نکته‌ای بود که می‌خواستم بگم، چون اونجا محدوده‌ایه که کسایی که پایین شروع کردن خریدن و هولدرهای بلند مدت اتر شروع میکنن به فروختن. تارگت اتر بالاست، آلت کوینی که واقعا هم تو این ریزش خیلی خوب عمل کرد، هم خب یک مارکت جداگانه تو بازار مشتقات داره، یه نقدینگی جدا میاد سمتش، کلا شرایطش خوبه. و اگر خب سایکل عوض نشه و در واقع اتفاق غیر عادی تو مارکت نیفته، تارگت های خوبی رو براش متصوریم. ولی باز هم تاکید میکنم به هیچ وجه در این شرایط مارکت، در این روزهای مارکت آلین کردن رو پیشنهاد نمیکنم. اول اصلا ذهن و مغزتون باید آروم باشه، دوم اینکه پولتونه، برای ریسکای عجیب غریب بکنید، چون مدیریت کردن ریسک این کار بسیار سخته. اگر بخواید یک سر پول وارد کنید و با ابزارهای هج و مدیریت ریسک آشنا نباشید، خودتون رو نابود میکنید. ممنونم که وقت گذاشتید. ببخشید ویدیو طولانی شد، من کلی حرف زدم، ولی سعی کردم تا جای ممکن بهتون اطلاعات بدم، تا جای ممکن بهتون بگم که واقعا چجوری میتونید نجات پیدا کنید تو این مارکتی که با یک توییت انقدری نوسانات ایجاد میشه توش که همه رو داغون میکنه. 19 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار لیکوید میشن و امیدوارم که بتونید به نحو اصلا ازش استفاده کنید و به کارتون بیاد. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. خدا نگهدار.